امروز قراره با هم با سبزی خوش این قرمه سبزی خوشمزه و مجلسی رو درست کنیم. پس کانالم رو سابسکرایب کن و تا آخر این ویدیو با من همراه باش. سبزی خشک قرمه سبزی رو به مدت 10 دقیقه درون آب خیس کنید. آب کش کنید، آبش رو کامل بگیرید و درون تابه با حرارت ملایم تفت بدید. آب سبزی که کشیده شد مقداری روغن اضافه کنید و سبزی رو سرخ کنید. پیاز نگینی شده رو با مقداری روغن تفت بدید. گوشت رو هم اضافه کنید و تفت بدید. زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز اضافه کنید. لوبیاهای خیس شده رو به همراه سبزی سرخ شده و آب اضافه و زمان بدید تا گوشت و لوبیا پخته بشه. لیمو خشکایی که تلخشون رو گرفته اید رو به همراه چند تکه یخ به خورش اضافه کنید. پودر شنبلیله خوش رو با مقداری روغن تفت بدید و به همراه نمک به خورش اضافه و زمان بدید تا خورش شما به روغن بیفته و آماده سرو بشه. نوش جان.